خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو با من. توی این ویدیو قرار لازم ترین امسالم رو براتون آنباکس کنم، همونجوری که توی قسمت قبلی ویدیو دیدید که رفتم خرید کردم. الان قراره بهتون نشون بدم چیزایی که خریدم. اینا کل خریدمه. خب اولین چیزایی که گرفتم این 2 کلاسوره، چون امسال میرم پای 10 رشته تجربی. گفتم که همه درسامو توی کلاسور بگنجونم و همه چی یه نظمی داشته باشه، چون درسا خیلی سنگین تره، زیادتره، دفتر یه ذره ریسک خریدنش. اینه یه دفترم برای محض احتیاط گرفتم. گفتم یا برای زبان بذارمش، یه دفتر 100 برگه، یا حالا ادبیاتی چیزی درسای کم. چیز بعدی که خریدم این تخت شاسی شفافه که خیلی خوشم اومد ازش، خیلی پینترستی طوره. برای همین این مدلی هم هست. بذار براتون توش کاغذ بذارم. یه دونه هم پوشه که توش برگه آچار و برگه خطدار گذاشتم. خب ما کتابامون فکر کنم 12 تا باشه، دقیق نمیدونم، ولی این جلد کتابا 10 تاییه. کاربردی ترین چیزایی که من از کلاس 7 دارم میخرم و استفاده میکنم این برگای آچار خطداره که 100 تاش من خریدم 95 تومن و خیلی کاربرد داره برای توی خونه. میخواید حالا مثلا مسائلی حل کنید، ویدیو ببینید، نکاتش رو بنویسید، این برگه ها خیلی کاربرد داره. چیز دیگه ای که گرفتم خیلی دوستش دارم واقعا و حرفی ندارم، خیلی باحاله. امیدوارم واقعا برام کاربردی باشه. خب بریم سراغ خورده ریزا. اون کاتریه، ببینید خیلی دوستش دارم. اینو گرفتم قشنگ با عشق اشتباهمو پاک کنم. این مدلیه، گله و این مدلی میره بالا. خیلی دوستش دارم واقعا. شاید باورتون نشه اما من تو این 3 سال راهنمایی و 6 سال ابتدایی من اصلا این چیزای گوگلی نخریدم، چون مثلا علاقه ای نداشتم. بعد نمیدونم الان چه اتفاقی افتاده. اینم یه ماشین حساب خیلی گوگلی، خوش رنگ و پینترستی، کاربرد داره. من این اولین ماشین حساب زندگیمه، اصلا برام کاربردی نبوده، همه چی رو با مغزم حساب میکردم. خب من این پوشه زیپ دار فکر کنم بهش بگن، نمیدونم. اینو گرفتم چون خیلی چیز میزای کوچولو خوشگل دارم، نمیدونم کجای کیفم بذارم، برام اینو گرفتم که یه نظم خاصی داشته باشه. بریم که وسایل توش رو بهتون نشون بدم. چیز گوگلی بعدی اینه، خیلی دوستش دارم. استیک نوت. راستش رو بخواید اینو من از آخره فروردین اردیبهشت خریدم، استفاده اصلا ازش نکردم، ولی خب مطمئنم اینو 2 روزه خوش میشن 2 بار استفاده کنی، برای همین زیاد ازشون استفاده نمیکنم، فقط چون گوگلی بود. اول دارم گوگلی ها رو بهتون نشون میدم، دقت کردی؟ بدون اینا میشه زندگی کرد قطعاً.
صابون، دستمال مرطوب. مطمئنم استفاده نمی‌کنم ازشون، مطمئنم. سراغ چیزای کاربردی، چسب ماتیکی، چسب رازی. این پک خودکار پنتره که من اینو از پارسال گرفتم. شاید باورتون نشه ولی پرن همشون به جز آبیش. اینم گذاشتم واسه خودکارهای رنگی که داشته باشم تو کیفم. این شکلی. یه دونه خطکش، یه دونه چسب نواری از این گیره ها. خب این جامدادیمه، پینترستی ترین جامدادی که میتونم توی زندگیم ببینم. خیلی دوست داشتم جامدادی اینجوری شفاف توری بگیرم که وسایلم توش معلوم باشه. بالاخره پیدا کردم. بریم وسایل توش رو بهتون نشون بدم. خب 4 تا ماژیک، قرمز، آبی، سبز، مشکی. بهترین خودکاری که میتونیم توی زندگیم داشته باشم این خودکاری تست گوده. یکی از روونترین و بهترین خودکاریه که میتونید بگیرید. تراش، پاکن، خودکار آبی اضافه، غلطگیر. خب بریم سراغ این هایلایترها. گوگلی ترین، بهترین و پاستیلی ترین هایلایترهای که میتونید ببینید. این مال کنکوه که واقعا هم رنگ جیغ داره هم این رنگای پاستیلی. واقعا قیمتاش هم خیلی خوبه. اتود 15 فابرکستل، نوک اتود پنتر و اتود اضافه. مدادین بود. اینم پوشهه که این ورش طرح داره، این ورش شفافه. 3 تا با هم. اینم از کیفم. خب بچه ها حتما نظرتون رو در مورد این ویدیو برام توی کامنت ها بنویسید. اگر که خوشتون اومد حتما لایک کنید و شما هم بگید که لوازم تحریراتون رو خریدید، نخریدید، چیکار کردید. و امیدوارم که امسال بهترین سال تحصیلی زندگیمون باشه و بهترین ها برامون رقم بخوره. خیلی خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. مرسی ازتون. خداحافظ.